حادثه با استفاده از سلاح در مرز قرقیزستان و تاجیکستان رخ داد. خبر می‌دهد خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان گفته می‌شود که سبب مناقشه ساختمان در مناطق نزدیک‌مرزی در منطقه قاچابایوی ولایت بادکن بوده است. با گفته کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان، مرزبانان تاجیک بر این باورند که این کار غیرقانونی صورت می‌گیرد و در پی این گوناگون نظری بین حربیان و اهالی آسایشته زد و خورد به عمل آمده است. برای جلوگیری از برخورد یکی از نظامیان تاجیک به هوا چند تیر هشداردهی کشیده است. مناقشه بین تاجیکستان و قرقیزستان در مناطق مرزی خوشبختانه به درگیری تبدیل نیافت و با مسالمت انجام یافت. به اطلاع منبع پس از این حادثه فوراً ملاقات نماینده مرزبانی قرقیزستان در سمت بادکن با نماینده مرزبانی تاجیکستان در سمت اسفره صورت گرفته است. طرف‌ها به موافقه رسیدند که تفتیشات یکجانبه گذرانند و برای جنبش نتیجه ها ملاقات کنند. در حال حاضر وضع در مرز قرقیزستان و تاجیکستان معتدل است.